خودشناسی یک توانایی یا ظرفیته. ظرفیت درک ویژگی‌های ذهنی و نقش آنها در شکل‌گیری رفتارهای مختلف رو خودشناسی میگیم. در تعریف خودشناسی به زبان ساده، اون رو شناخت حالت‌ها، فرآیندهای ذهنی و تمایلاتی میدونیم که در ذهن اتفاق میفته. این ظرفیت‌ها 3 ویژگی بارز دارن. اول اینکه مبتنی بر شواهد نیست، یعنی از موارد مختلفی از جمله مقیاس‌های ذهنی نیز تأثیر میگیره. دوم اینکه اجتناب ناپذیره. همه ما در شرایط عادی و بدون معلولیت‌های ذهنی و جسمانی شدید به سطحی از خودشناسی دست پیدا می‌کنیم. نوزاد انسان در اوایل تولد خودش نمیتونه تمایز میان خودش، مادر و محیطش قائل بشه، اما به مرور این تمایز در ذهن شکل میگیره و خودشناسی خواسته یا ناخواسته آغاز میشه. سوم اینکه نیازی به توجه فعال نداره. خودشناسی فرایندی پویا در ذهنه که بخشی از اون خود به خود انجام میشه و لزوماً به توجه فعال نیاز نداره. اهمیت خودشناسی از زبان شافنر. اول اینکه خودشناسی باعث میشه از تجربیات خودمون درس بگیریم و اونها رو معنادار بدونیم. دوم اینکه میان برداشتی که ما نسبت به خودمون داریم و ادراک دیگران از شخصیت ما معمولاً تفاوت وجود داره. هرچه این تفاوت بیشتر باشه، احتمال ناکامی و تجربه احساس ناکافی بودن بیشتر میشه. خودشناسی این تفاوت رو کاهش میده و دیدگاه خود و دیگران رو نسبت به ما به واقعیت نزدیک میکنه. سومی که ذهن ناخودآگاه بخشی از ذهن ماست که به محتویات اونها دسترسی نداریم، اما بسیاری از رفتارهای ما رو تحت تأثیر قرار میده. خودشناسی آگاهی نسبت به خواسته های غیر منطقی ذهن ناهوشیار رو افزایش میده و به همین ترتیب از تبعات رفتاری اونها جلوگیری میکنه. چهارم اینکه خودشناسی کمک میکنه به جای جبران واکنش‌های ناخواسته خود نسبت به هیجانات مولد اونها پاسخگویی پیشگیرانه ارائه بدیم. برای نمونه ممکنه نسبت به رنج خانواده خود واکنش‌های مبالغه آمیز و تکانشی نشون بدیم که اغلب تبعات آنها از رنج اولیه بیشتر و جبران ناپذیر باشه. خودشناسی ما را به منشأ اصلی این حساسیت میرسونه و با شناخت بیشتر خودمون علائم اولیه رو تشخیص میدیم و به موقع از رفتارهای بعدی پیشگیری میکنیم. و پنجم اینکه اولین قدم برای ایجاد تغییرات مثبت و رشد فردی خودشناسیه. 8 گام خودشناسی. اول اینکه روزانه دقایقی رو به آرامسازی ذهن خودتون در مکانی آرام اختصاص بدید. دوم اینکه پس از آرامسازی ذهن در دفتر شروع به نوشتن کنید. هر آنچه طی یک روز باعث آزار یا خوشحالی شما شده، علت اونها را صادقانه و به دور از فریب دادن خودتون بنویسید. سوم اینکه در همون دفتر بخشی رو به اهداف، آرزوها، علایق و استعدادهای خودتون اختصاص بدید. هر آنچه رو در ذهن دارید بنویسید. چهارم اینکه به نقاط ضعف خودتون بپردازید و اونها رو هم یادداشت کنید. پنجم اینکه دفتر خودشناسی خودتون رو روزانه بررسی کنید. ششم اینکه تا میتونید کتاب‌های مفید بخونید، مانند نیمه تاریک وجود نوشته دبی فورد. هفتم اینکه از افراد مشاور و آگاه در این مسیر غافل نشید. و هشتم اینکه با دوستان، افراد خانواده و همکاران خودتون گفتگو کنید و از اونا بخواید بازتابی از رفتارها و افکارتون رو بازگو کنن. سخنان بزرگان در رابطه با خودشناسی. توانایی‌های خودت رو بشناس، حتی اگر جایگاهش بی اهمیت و کارهایش در نظر مردم کم و محدود باشه. اما اون خودش رو در زمانی که از مدرسه اخراج شده بود، در میان اختراعاتش یافت. مقام او در نزد بشریت بسیار بلنده. انتخاب شغل اینه که در برابر فشارهای رقیبان و اطرافیان به خودتون اجازه بدید که همان چیزی باشید که هستید. و در پایان ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. این قسمت دوم آموزش خودشناسی بود. لینک قسمت اول رو بالای صفحه براتون میذارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذارید. بدرود.